سلام علیکم. و علیکم. ممکنه شناسی؟ نشناختی چی؟ نه. نشناختی؟ نه. رپ در اینترسوات نداری چی؟ گوش میکنم کم کمو. گوش میکنی؟ مس падземний شنیدگی؟ ما نمی رپروی падземнийیم. بوتی падземний فرمادی گفتم که میشناسی مورا؟ نه من گناهش دارم. خطا فهمیدی؟ خطا من چیستا برای خطا گفتگی در رپ میخونم. خطاها رو زینا تکرار کردی، گلستان رو بسه گلخور کردی. یو کما یو مقصد که گفتم شناس شنده که مس падземний خطی نمیخوای شناس شیدن؟ نه همه فهمیدم که مس падземний لیکن خیلی شناس میشین هم دیدیم ما یه رپ نمو چند هنر داریم با استرادش هم کم میخونیم یه رپ نیکوخی اما که شناس ممکن باشه اگر داد از طرف شما نامد مس падземний با؟ مس падземний نامد؟ نه اگه با چه دا مس گفته ماستر سلووا میگن ماستر میشه سلووا اسش سلووا هم خیلی ادام معنیش پدری گرد گفتن ایده پدری گرد بیرون نبرو بیرون نبرو که ما مس падземний مخی ما بیرون دا با مس کروگاوی هستای نه مس کروگاوی هستای با اینا باتل میزنن و کیم چیکار میکنن ما مس падземний ما که ما را بفهمدن تو تماشا کن ما مس تماشا میکنی تلویزیون پی ام سی ما را تلویزیون پی ام سی نشون میتونن ما بچه پدرکان هست مس падземний همون رو نشون دادن ای پی ام سی ما را زورا میکنن میگن کلیپو تپیور داریم همون پی ام سی نشون میتونم ما کلیپو اخیرا من ندادم شونا گفتم مقصد لویا خونبر اخشو بتن نه میتونم کی مرا مقصد مسئله مبلغ کم کرد چیکارم هم دیگه تو لویا چیکار میکنی؟ بره دا کوچه نه استالی گپای ما را معنیش هم نمیفهمی تو دخترک تو مس падземний خطی گرده استی و آیا داد نه برو فهمیدی مس падземний بگو هم падземний ده کسی گذشتگاه مرا میشناسه خیلی بچک نرمال میتونمالیش شناس میشوفی تمام ما هم خیلی پدرکان است تو مس падземний خطی گام زده استی ها بچه دخترت اول کو مقصدی مرا بفهمی بعد درد دلی مرا بفهمی کو بعد مرا باور میکنی درد دل ما بگو دخترت تاک درد دل مرا بفهمیدن درد دل مس падземний را بفهمی کو تو خیلی تو مقصدی مرا بفهمی مقصدی مرا آخه مقصدی من همیه که فهمیده است مقصد خیلی خودم بگو مقصدی من همیه جون که نه 10,000 سومونی قرض نمیدی چی؟